نگارش داشتن تا اینکه در سال 1384 با توجه به اینکه باز هم مرز بود و سید عبدالحسین سجادی فرماندار وقت سرامان جلسی رو با طرف پاکستانی در بازارچه مرزی کوهک گذاشته بودن. در اون وقت من کتاب خودم سرامان شکوه گذشته رو چاپ کرده بودم. با سید امان الله سیدزاده از قبل هم آشنایی داشتم، منتها در اونجا ما کنار هم نشسته بودیم و بحث کتاب سرامان شکوه گذشته من پیش اومد. مثل اینکه بیشون گفته بودن، ایشون هم فرمودن که من کتابی رو دارم. خب من هم تصورم این بود که کتابش واقعا مثل یک کتاب آماده شسته و رفته که من فقط بتونم کار چاپش انجام بدم. بعد ایشون فرمودن که شما تشریف بیارید زاهدان. من رفتم زاهدان، تقریبا 24 تا کلاس رو تحویل من دادن و وقتی که من اونجا نگاه نکردم، فقط یک صفحه رو باز کردن، گفت خط من میتونی بخونی. خط بسیار قشنگ و زیبایی داشتم. من یک صفحه رو خوندم. ایشون با اعتمادی که داشتن کتاب تحویل من دادن و وقتی من اومدم شروع کردم، خب سید امان الله سیدزاده تحصیلاتشون که در ابتدا عرض کردم به زبان انگلیسی و اردو در مستونگ پاکستان بوده و زبان فارسی رو نه در کلاس درس بلکه به صورت محاوره‌ای یاد گرفته بودن. خب کار بسیار سختی بود. من هم با تاریخ و زبان و ادبیات بلوچی هیچ گونه آشنایی نداشتم و در واقع میتونم بگم که سید امان الله سیدزاده خدا رحمتش کنه منو با دریای فرهنگ و زبان و تاریخ و ادبیات و جغرافیای بلوچستان آشنا کرد و مطالعات منو به این سمت سوق داد. در نتیجه ما اومدیم کتاب از اول بازنویسی کردم، خط به خط، کلمه به کلمه، و تقریبا به جرات میتونم بگم که در طول کل این کتاب که الان 4 جلد هست شاید کمتر از انگشتانی دست من جمله حذف کردم که اون هم دلایل خاص خودش را داشت. کتاب هم ما چاپ کردیم، بررسی جغرافیا، تاریخ، تمدن، زبان و ادبیات، فرهنگ و آداب و رسوم، نامگذاری کردیم به عنوان بلوچستان در ادوار تاریخ. سید امان الله سیدزاده خدا رحمتش قبل از فوت یک مقدمه کوتاهی رو به عنوان خاطرات من ازشون خواهش کردم. تقریبا میتونیم یه هفته پیشش از درگذشتش در سال 1386 و به عنوان خاطرات یا مقدمه در کتاب آمده. کتاب بسیار خوب است. کسانی که میخوان بیشتر با فرهنگ و تاریخ و زبان و ادبیات و جغرافیای بلوچستان آشنایی پیدا کنن، مطالعه کنن، من توصیه میکنم این کتاب رو مطالعه بکنن که در برگیرنده تمامی این بخش‌ها هست. ضمن اینکه بسیاری از مطالبی که در این کتاب اومده برای اولین بار هست که به زبان فارسی از منابع انگلیسی درج میشه و منتشر میشه و همچنین تحقیقات میدانی که خودشون داشتن و به عنوان یک تحلیلگر مسائل مختلف بلوچستان و سیستان رو در این کتاب تحلیل کرد.